جواهر لال نهرو نام دانشگاهی است بزرگ در پایتخت هند که دانشجویانش بسیار فعال و کوشا هستند. در یکی از سالن‌های اجتماعات این دانشگاه نشستی به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار شاعر معاصر ایرانی برگزار شد. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بشنوید، این صدا از تبریز نیست، از دهلی است. شعری که سالها پیش شهریار سرود امروز با لهجه دیگر اما با همان احساس خوانده می شود. ما گذشتیم و گذشت تا آنچه تو با ما کردی، تا بمان و دیگران وای به حال دیگران. وقتی تاریخ ادبیات معاصر ایران مورد مطالعه قرار می گیرد، شهریار یک چهره بسیار برجسته در اونجا مطرح می شود. آنچنان که اشعار بیدل دهلوی در ایران خوانده می شود، امروز هم سروده های شهریار در هند شنیده می شود. شهریار در واقع یک شاعریه که ما رو به یاد شاعران سنتی مثل حافظ، مثل مولانا می اندازه و همچنین در مورد زمان معاصر خودش تمام اطلاعات و تمام عاطفه های شخصی رو هم بیان می کند. مراسم این سالن در این دانشگاه معروف هند نشان داد که شعر هنوز زبانی جهانی است و فارسی هنوز زنده است. شعر فارسی رشته نامرئی بین ایران و هند است. هر بیتی که به این زبان در این دو کشور سروده می شود یا تعداد علاقه‌مندان به زبان فارسی در هند افزایش می یابد، باعث می شود این رشته نامرئی محکم‌تر شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.